تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است، اما حال و هوای سیاسی پایتخت ساکت و آرام به نظر می رسد. ساکنان می گویند نه به نامزدها شناس هستند و نه درباره برنامه‌هایشان خبر دارند. نامزد هستند. جناب عالی ولی رحمان با دیگرش فامیلش اهمیت ندادن، لیکن من چند هستند؟ 4 کس به خیالم برنامه شغلی البته آخه پیش بیبرشو یکم چه برنامه میکنه که چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم. تا امروز نامزدی 6 نفر برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری شده است. نامزدها حالا به جمع آوری امضا مشغولند. قرار است روز 15 سپتامبر کمیسیون مرکزی انتخابات روی خط نامزدهای ثبت شده را اعلان کند. این گونه نوشته ها از کمترین نشانه های آن است که تاجیکستان یک ماه بعد انتخابات پرزیدنتی دارد. بجز از این نوشته ها تقریبا هیچ چیزی در کوچه های دوشنبه دیده نمی شود که بیانگر آن باشد که روز 11 اکتبر تاجیکستان رئیس جمهوری خود را انتخاب می کند. ساکنان در هرچند درباره روز انتخابات معلومات دارند، اما زیاد مایل نیستند که در این باره صحبت کنند. خبر 11 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. منتقدان حکومت می گویند نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، چون نامزدهای مخالف در آن اشتراک ندارند، اما بعضی ساکنان دوشنبه اشتراکشان را در این معرکه ضروری می شمارند. آدمان را خیلی انتخابات میکنند. این نوتوبری